آیا خط سر در دو دست یک نفر با همدیگه متفاوته یا یک جوره و چطوری اینها خونده میشه، چطوری بررسی میشه؟ سلام 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 به روی ماهتون. دفتری هستم از کانال پالمیستری با دفتری در خدمت شما دوستان عزیزم. به کانال من خوش اومدید. در این کانال من پالمیستری رو به شما از 0 تا 100 رو یاد میدم. بررسی خطوط و تپه ها رو داریم، بررسی انگشتان و وضعیت اونها رو داریم تا شخصیتمون رو متوجه بشیم و ببینیم چطوری میتونیم به خودمون و دیگران کمک کنیم. امروز میخوایم دست یک دوست عزیز رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خطوط سر در 2 تا دست رو بهش نگاه میکنیم و ببینیم چه نتیجه هایی رو میتونیم از بررسی فقط خط سر بگیریم. ببینیم بچه ها، قبل از اینکه من خط سر رو بهتون توضیح بدم این رو بگم که اگر کسی شست قوی داشته باشه خط سرش میتونه قوی بشه، میتونه افکار خوبی داشته باشه، میتونه ایده های خوبی رو داشته باشه. و اگر روی انگشت مشتری و انگشت زحل خطوط عمودی وجود داشته باشه باز هم نشون دهنده این هستش که ایده های خوب و افکار خوب رو میتونه داشته باشه. خب این آقا دست قالبش دست چپشونه و دست غیر قالب دست راسته. خب دست قالب یعنی دستی که من دارم به عموم مردم خودم رو نشون میدم، یعنی افکاری که دیگران دارن از من میبینن. و دست غیر قالب ضمیر ناخودآگاه منه، یعنی اون درون منه، پتانسیلی که من دارم و میتونم ازش استفاده بکنم. خب الان ما چیزی که داریم توی دست این آقا تو دست قالبش میبینیم، داریم میبینیم که از سن حدود 7 تا 21 اینجا استرس توی افکارشون وجود داره. خب حالا میتونه از طرف خانواده باشه ولی خب بالاخره توی افکار استرس رو داره. اما اینجا توی 21 سالگی، البته 1-2 سال قبلش، یک انسداد انرژی وجود داره توی افکار، توی خط سر یک جزیره وجود داره، یعنی یه چیزی که اینجا اتفاق افتاده. حالا میتونه یه اتفاقی باشه که مثلا برای شخص بوده، یه ضربه‌ای که توی سرش خورده، یا سردردی، یه مسئله‌ای که اینجا این انسداد توی افکار و توی سر این بنده خدا وجود داره تا مثلا حدود 23-24 سالگی اینجا هست که اگر بخوایم این زمان رو دقیق بخوایم پیش بینی بکنیم، این خط بین 21 و 42 رو ما چیکار میکنیم؟ 2 تا 7 سال تقسیمش میکنیم و مثلا میتونیم دقیق‌تر تشخیص بدیم که این مسئله تا کجا اتفاق پیدا کرده و تا کجا ادامه داشته. این انسداد یعنی من اینو نگهش داشتم یا اینکه با این درگیر بودم، با این مسئله من درگیر بودم. حالا میتونه سردرد باشه یا مسائلی باشه که در رابطه با سردرده که ما اینجا یه سری خطوط داریم میبینیم که انگار به کمکشون اومده و اگر سردردی بوده درمان شده و یا افکار مثبتی که ببینین یه خطوطی که رفته به سمت بالا و اینجا این داستان جزیره تموم شده و خطوط فکری که یه مقدار کنترل شده هستش. میبینید خطوط قوی سر رو ما اینجا توی دست میبینیم توی تپه راهو تا نزدیک 42 سالگی. اینجا یه سری اتفاقا داره میافته. چیه؟ توی راهو ما چی رو داریم؟ توی راهو فشار بیرون بر روی ماه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تأثیر حرفای دیگران، قضاوت دیگران یا درگیر حرفا، من این کارو بکنم بعدن چی میگن؟ مردم چی میگن؟
یا اینکه به خاطر اینکه بقیه رو راضی نگه دارم من ممکنه توی فشار برم یا قضاوتی بشه یا چیزی که اینجا باعث میشه که خط فکر یه مقدار ضعیفتر بشه. و اتفاقی در رابطه با کار ما بعد از 42 سالگی، حالا ممکنه 42 43 باشه، که یک دفعه‌ای این میگم نمیدونم که این آقا توی چه سن و سالی هست، ولی خط دست قالبش داره میگه که اگر بخواد این فشار روحی از بیرون، فشار فکری از بیرون روی این آقا زیاد باشه، یک دفعه ببینید یه شکست، ببینید خط سر یهو منحرف شده به سمت لونا. خب این یعنی چی؟ یعنی این که فشاری که اینجا توی تپه هستش، توی راهو هست، ممکنه انقدر زیاد باشه که دیگه فکر نتونه بکنن. یعنی انگار که بگه من دیگه بریدم، دیگه نمیدونم باید چی کار بکنم. خب و اینجا ما داریم این شیب رو میبینیم که به سمت لونا میره و خیلی هم خط ضعیف میشه. پس این خط سر چیزی که اتفاقیه که برای یه ذهن داره میفته، توی فکر داره اتفاق میفته. حالا توی دست غیر غالب که ضمیر ناخودآگاهه ببینیم چه اتفاقاتی هست و ما چه چیزی رو میتونیم از توی این دست متوجه بشیم. خب ببینید که اینجا رو استرس رو داره نشون میده، از تولد استرس هست و این 21 سالگی که اونجا جزیره بوده اینجا داره میگه اتفاق خیلی بدتری میتونسته بیفته برای یه سر. ببینید چون اینجا داره گود میشه، اصلا گود شده دست و یه سری مسائل، حالا ممکنه یک ضربه یا یک سردردی که خیلی شدیدتر مثل یک مریضی بخواد، حتی ببینین این تیرگی میتونه یک ضربه بزرگ رو نشون بده. اما خدا رو شکر از 21 سالگی به بعد باز هم داره نشون میده که این خط میتونه قوی باشه. خب ما داریم میرسیم به سن 42 سالگی که ما اونجا داشتیم میگفتیم که یه سری مسائل و فشار هست. داره میگه اگر این شخص یاد بگیره که بپذیره اتفاقهایی که از طریق دیگران، ببین حالا ما اگر که خط زندگی رو بهتر بررسی بکنیم و خطوطی که داره به سمت این شخص میاد و بررسی کنیم، یا میتونه دخالت باشه، یا ببینین اینجا ما قبل از 42 سالگی ما داریم میبینیم یه سری خطوطی که داره میاد، ببین از تپه چیز داره میاد، از تپه بهرام منفی. این خطوط میتونه دشمنی ها باشه. خب دشمنی هایی که روی افکار این شخص فشار آورده. میبینی خطوط افقی. خب ببین من خیلی چیزا رو دارم بهتون یاد میدم، اگر که زرنگ باشین و قشنگ دقت بکنین خیلی چیزا رو متوجه میشین. خب ببینین این خطوط افقی میتونه دشمنی ها باشه چون از قسمت بهرامه. اگر که مثلا از چیز بود، از ونوس بود یا از خط زندگی بود، میتونستیم بگیم از طرف مثلا نزدیکان میتونه باشه، یا اینجا بیشتر میتونه دشمنی هایی از طرف کسایی که میشناسه، دوستان، خب که باعث افکار به هم ریخته شده اینجا. خب اما میگه این اتفاقات اومده که شما بپذیری، از توی راهو داری میگذری، بپذیر این اتفاقا رو. بعد ببین اینجا کمک داره میاد، این خط سرنوشته داره میاد کمک میکنه و خطوط بالا رونده و اینجا باعث میشه که ببینی یه مثلث تشکیل شده. مثلث یعنی به دست آوردن چیزی که از دست رفته و این افکار رو میتونه قوی بکنه و بهش اینجا ببین خیلی ملایم با پذیرش رفته سمت لونا. اینجا بهش ایده داره میده. اگر این آقا به خاطر
اتفاقا و فشارهایی که روش هست به خاطر حالا دخالت، دشمنی، هر چیزی که براش پیش اومده اگر بپذیره، یعنی ببینین ما چطوری میتونیم بفهمیم که پذیرش چجوریه؟ این خط سر یه حالت انحنا داره. خب اینجا اگر این داستان رو بپذیره، اینجا این مثلثه براش اتفاق میفته و بعد از اون اتفاقاتی که داره میره سمت خط عشق توی فاصله سنی 42 تا مثلا به بالا، مثلا 45 حدود 50، هرچی که بره بالا و تسلیم تر بشه، اینجا یاد میگیره که خودشو دوست داشته باشه. و اینجا حالا من فقط به این آقا میخوام یه نویدی رو بدم که با عشق میتونه خیلی چیزها رو به دست بیاره، خیلی چیزهایی که از دست داده خیلی راحت تر میتونه به دست بیاره. البته توی فاصله مثلا 5 تا 7 سال بگذره از 42 سالگی، یعنی حدود 42 تا 49 اینجا اتفاقای خوبی رو داره اگر که پذیرش داشته باشه. و اینجا باز هم داره خط عطارد شکل میگیره، یعنی ببینید توی خط توی دست ضمیر ناخودآگاهش هنوزم داره اتفاقای خوبش رقم میخوره، روزیش داره زیاد میشه. و اینجا بازم ببینین یک مثلثی که با خط سر داره تشکیل میشه، یعنی هرچی که به دست میتونسته بیاره قبلا به دست آورده، خیلی بیشتر از اونو میتونه اینجا به دست بیاره. پس ببینید چقدر راحت اینجا توی 2 تا کف دست ما خداوند داره به ما آمار میده که اگر که تو این همه فشار به خودت نیاری به خاطر اتفاقات بیرون، به خاطر دشمنی ها، به خاطر قضاوت ها، به خاطر هر مسئله دیگه، و اینجا فقط تسلیم باشی، ببین من به تو چه راهکاری دادم. فقط تسلیم شو، فقط بپذیر. به تو یک شست خوب دادم. شست خوب یعنی فکر خوب، یک کسی که میتونه توی سختی ها ایده های فوق‌العاده‌ای رو داشته باشه. من خودم وقتی که کفخونی رو انجام میدم، واقعا در حکمتی که خداوند به ما داده و کدهایی که توی کف دست ما هست برای راهنمایی که ما توی سختی ها بتونیم قوی باشیم و به ما داده. مثلا یه چیز دیگه که حالا از نظر مالی میخواستم بگم، این قبلا هم بهتون درس دادم، ببینین انگشت عطارد که به پول و اینها ربط داره، ببینین اینجا این انگشت بلندتر از این خطه، یعنی تو روزیت خدا داره بهت میده، فقط تسلیم باش. خب دوستان عزیز، دست یک مادر عزیز رو داریم بررسی میکنیم، خطوط سرشون رو نگاه میکنیم. دست راست دست غالب هستش، نگاه کنید که دست راست چقدر خط عمیقی رو داره و بعد اینجا 2 شاخه شده و اینکه بعد از که 2 شاخه شده میبینید چقدر نازکه. و دست غیر غالبش رو داریم میبینیم که تا حدود 21 سالگی ایشون زنجیره داشته، مثلا حالت استرس و نگرانی رو داشته، بعد اینجا افکار قوی تر شده و اومده سمت لونا. خب دوستان عزیز، وقتی که میخوایم سر رو نگاه بکنیم، خط سر رو میخوایم بررسی بکنیم، چیزی که بهش دقت میکنیم گفتیم چیه؟ شسته. شست اینجا شست قوی رو این مادر عزیزمون داره و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این خط
سرنوشتش یا چیزی که توی ضمیر ناخودآگاهش هست یک دفعه‌ای رفته سمت لونا و اینکه اینجا باز هم از اینجا دو شاخه شده. یعنی اینجا اون پتانسیلی که این شخص میتونه ازش استفاده بکنه به این صورت هستش که این شخص استرس و نگرانی رو داره، حالا هم از خانواده میتونه هم از اجتماع باشه و اینکه اینجا یک خط عمیق. ببینید وقتی که خط سر به سمت لونا میره، لونا چون یک تپه‌ای که به احساسات ربط داره نشون دهنده این شخصش که هست که این فرد یک فرد احساسیه، یک فردی هستش که با قلبش فکر میکنه، با قلبش میبینه. خب وقتی که به این سمت داره میره یه آدم مهربونیه، آدم خوشقلبیه. پس وقتی که داره به سمت لونا میره آدمیه که پذیرش داره، به حرف دیگران گوش میده ولی اهمیت نمیده. ببینین این توی ضمیر ناخودآگاهش این پتانسیل رو داره که به دیگران توجه نکنه و افکارش اینجا میتونه که فکرش به دو شاخه باشه، به دو چیز مهم فکر بکنه و به جفتش هم رسیدگی بکنه توی سنای بالا. خب اما دست قالبش به ما داره چی میگه؟ چه کاری رو انجام داده؟ چه فکری رو داشته؟ چجوری بوده؟ خب ما اینجا داریم میبینیم تا سن 21 سالگی که ایشون استرس و این برنامه ها رو کمتر داشته یا به استرس و اینا توجهی نکرده. خط عمیق رو داره تا سن 42 سالگی و اینکه اینجا این خط ببینید خیلی نازک شده رفته سمت لونا. خب و اینجا ما خطا رو میبینیم که مثلا به سمت پایین رفته، یه مقدار به چیزهای ناامید کننده هم فکر کرده، چیزهایی بوده که یه ذره به همش ریخته. ببینید اینجا تو سن 63 سالگی روی دستشون یه جزیره داره. حالا مثلا 63 سالگی اگه بخوایم حساب کنیم توی 57 و اینا اینجا جزیره تشکیل شده، یه چیزی که افکارش رو درگیر کرده، فکرش رو حسابی به هم ریخته کرده و توی این قضیه مونده، در صورتی که میتونسته که اصلا به این چیزا توجهی نداشته باشه. ببینیم بچه های اینجا تپه ما راهو رو داریم. راهو داره میگه تأثیر سیارات دیگه، تأثیر دیگران بر این شخص. ببینید اتفاقاتی که افتاده، داستانهایی که براشون توی زندگی پیش اومده باعث شده که شک داشته باشه. ببین خط اینجا دو شاخه شده، بعد این خط دو شاخه بازم دو شاخه شده، یعنی یه جورایی انرژیش تقسیم شده توی افکارش، احساساتش هم جریحه دار شده، یه مقدار فشار و چیزهایی که توی زندگی براش بوده این باعث شده که اینجا انرژی فکریشو از دست بده، یه جورایی که انگار دیگه نمیخوام فکر کنم، میدونین؟ و این باعث شده که دوست داشته باشه توی سنای بالا به چیزهایی فکر کنه، به یه حالتی که مثلا به چیزهایی فکر کنه توی ذهنش که حتی ممکنه توهم باشه یا خرافات باشه. خب اینا توی سن بالاست. حالا من الان نمیدونم دقیق این مادر عزیز چند سالشونه، اما چیزی که ما داریم بررسی میکنیم میگه اگر که این فشارها رو بیشتر بهش توجه بکنه افکارش یه جوری به توهمات میره، به تخیلات میره، به چیزهایی که باعث مثلا حالت خرافات، و این خرافات باعث ببینین اینجا لونا رو ببین چه جوری خط عمیقه، در صورتی این خانم پتانسیل اینو داره که با عشقی که داره توی وجودش اصلا از این دو تا خط استفاده کنه برای قدرت لونا، برای تپه لونا بره بالا، افکارش بهتر بشه. پس اول باید خودش رو دوست داشته باشه، بعد دیگران رو دوست داشته باشه و به چیزهایی فکر کنه که
پایه و اساس محکمتری داره. به جای اینکه به خرافات بخواد فکر کنه و خودش رو ناراحت بکنه، اینجا میتونه به چیزهای قوی تری فکر کنه، ایمانش رو قوی بکنه. پس ببینید بچه ها، ما توی خطا وقتی که داریم مقایسه میکنیم، اینجا خط سر رو داریم مقایسه میکنیم، ولی در مورد احساس این مادر عزیز داریم خیلی چیزا رو متوجه میشیم که اینجا انقدر افکار روش فشاره که حسش هم اینجا حس خوبی رو نداره، ضعیف شده، انرژیشو داره به خاطر افکارش داره از دست میده، در صورتی که این پتانسیل رو داره، این چیزی که تو درونشه که با عشق و ایمان مسائل بزرگ زندگی رو میتونه حل کنه. حالا یه مسئله دیگه ای هم که ما میتونیم بهش توجه کنیم، ببینیم بچه ها، خط سر به بند اول انگشت هم ربط داره، مخصوصا توی دست. خب نگاه بکنین توی چیزی که توی دست سرنوشت این مادر عزیزمون هست، توی بند اول اینجا ما یه خال اینجا داریم. خال مثلا میتونه مشکلاتی باشه که توی سر هستش. خب حالا چیزی که ربط داره به سردردی چیزی، اما اینجا عملکرد این مادر انقدر خوب بوده، اگر چیزی هم بوده این رفع شده. ببینید اینجا ما خالو نداریم، پس توی دست قالبش خیلی سعی کرده رو خودش کار کنه. خیلی اینجا ببینید وقتی انگشت مشتری، خب که انگشت مدیریت هستش، چسبیده به انگشت وسط. انگشت وسط انگشت خرده، انگشتیه که به انگشت زحل و ارتباط ما با خداوند رو داره به همون نشون میده. وقتی که این انگشت اینقدر چسبیده، یعنی اینکه باز هم تو این وضعیت خودش رو حفظ کرده به خاطر ارتباطش با خدا هستش. خب و عشقی که به خداوند داره باعث شده که خیلی مسائلی که ممکنه براش پیش بیاد توی سرش، مثلا سردرد یا دور از جون اتفاقایی که مثلا بیفته، حالا سکته مغزی یا هر چیز دیگر، رو به خوبی خوشی رفع کنه و بره. ببینید ما بند انگشت ها رو هم اینجا بررسی میکنیم در مورد خط سر. اگر که خط سر خطوط افقی روش باشه، مثلا روی بند انگشت اول خطوط افقی باشه، یعنی این شخص خیلی استرس داره، خیلی نگرانه، خب و امید به این که بتونه این مشکلش رو حل بکنه خیلی کمه. اما خطهای عمودی روی بند انگشت نشون دهنده این هستش که این شخص افکار خوبی داره، یعنی سعی کرده افکار خوبی داشته باشه و افکار رو به بالا داره. پس این مسائل، اگر مسائلی الان براش هست، خیلی راحت میتونه این رو حلش بکنه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودین. خیلی دوستتون دارم. ممنونم.